رفث برای حاجی حرام است. رفث چی؟ رفث سخنهای فاحشه گفتن، حتی با اسلوبی نیک باشد. مثلا بیایید حضرت دخترتان به پسری من دهید، گفته نکاح کند، طلبی نکاح کند، حرام است. لا ینکح ولا ینکح، نه نکاح کرده ماند نه نکاح کند خودش. حتی به همسرش هم با کنایه گپ نزند درباره نکاح، درباره نزدیک شدن، هم بستری. حالا جایی فحش و فاحشه آن طرف است، با همسری خودش حتی اشاره هم نکند. حالا انشاءالله طوافی ودایه کردیم یا طوافی افاضه کردیم، بعد گفته اشاره نکند، درباره رفث صحبت نکند. الحج اشهر معلومات. الله تعالی در سوره بقره گفت که حج در ماه‌های معلوم قرار میگیرد. فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کدام آدمی که بر ذمه‌اش حج فرض شد، فلا رفث، رفث نکند، حتی درباره نکاح صحبت نکند. هر چیزی که آخرش رفته به نکاح و به همبستری میرسد، هماهانه ابتداش هم گپ نزند.